اگر سری قبولیت دعا یقین نداشتی و دعایت قبول نمیشه، شرط دعایی است. این آدم باید داشته باشه. از او خاطر زکریا علیه السلام میگه ماضی ما ماضی بدبخت نیست، نامراد نیست. هر مرتبه که از الله سوال کردیم او را حتما بر ما داده. گپ در کجاست؟ یک امری که در زیر نظر انسان تکراری صورت بگیره او امر عادتی جور میشه. انسان فکر میکنه که دیگه این عادی شد، خلاص توانمندی و قدرت و گپا نمیخواه. یک چیزی که نایاب و نادر باشه او به انسان چی میشه؟ بسیار عجیب معلوم میشه. از او خاطر در ذهنت میاد که اینجا توانمندی و قدرت بکار است، حالان که یک طفلی که پیدا میشه از پدر و مادر این امرم برای خود قدرت و توان طلب داره. چطور نطفه یک قطره آب زمان در رحم میره علوق میگیره، بعد از الله متعال در او تاریکی سیگانه جنین پیدا میکنه، تکامل مراحل یک جنین میشه و این اعضایی که تعجب میکنه انسان در وجود خود در اونجا تکمیل میابه. این گپ عادی است، این قطعا گپ عادی نیست. الله مثل که اونجا از قدرت بی سابقه خود کار میگیره، یک طفل در شکم مادر پیدا میکنه، اگر هیچ اسباب ظاهری نباشه الله متعال میتونه. فرق در بین مخلوق و خالق دمیست. خالق ضرورت به اسباب نداره، به وقت نداره، پیش براتان گفته بودم. مخلوق است که به این چیزا ضرورت داره. از او خاطر در نظر مخلوق امر دو قسم میشه، یکی عادی یکی غیر عادی، یکی موافق عادت یکی مخالف عادت. پیش الله متعال کلش موافق چیز عادت است. با الله متعال تو نیست که یکی غیر عادی و دیگه عادی باشه، کلش عادی است، چرا که الله قادر مطلق است. زکریا علیه السلام دعا طلب کرد و انی خفت الموالی من ورایی. هدف ذکر میکنه. چرا طلب میکنه اولاده؟ تعالی را پیر بود، تعالی را طلب نکرد بعد ازی؟ بله، طلب کردن اولاد ازی به خاطر ازی نیست که مال و دارایی ازی اموتر باقی نماند دیگران نخوره، مثل که آل تصور غلط در ذهن مردم باقی مانده. تا آنقدر تصور نادرست در ذهن مردم هست که هیچ پرسان نکن. بسیار زیاد غلط است. و کدام غلط است؟ بچه که نداشته باشه بسیار پریشان می باشه، خیلی زیاد. دخترها داره لیکن این آدم بسیار خفه می باشه. چرا؟ مال ما ترکه میشه، میراث میشه. ایره مردم میراث میگه. مال مطلقا میراث است، اگه بچه باشه اگه دختر باشه. خیر دختر اولادت نیست؟ اگه مال تو را دخترها بگیره این اولادت نیست؟ باز اگری به کاکا برسه، به بیادر برسه، به خاله و عمه برسه، این از عصبه و اقاربت نیست، از رشته نسبی تو نیست. این غلط است، قطعا این گپ نادرست است. اما امروز تصوری غلط پیدا شده در ذهن مردم. کسی که بچه نداره اینقدر خفه می باشه، میگیره مو مال خود گاهی در این طرف میزنه گاهی در این طرف که کلش خرج کنه، باقی نمانه. اولادیت است، دختریت است. هیچ دختر نه، کاکایت است. کاکا نه، دور دور نواسه کاکایت است. در جمله عصبیت شمار میشه، در جمله قریبیت شمار میشه، برای او باقی میمانه. بس است که از مال تو او اکمال شوه. همین افتخاریت است که تو جمع کرده حلال و یک مسلمان توسط از او تکمیل میشه زندگیش. اینمی افتخار برای توست. از امو خاطر است که صدقه سری بیگانه یک ثواب است، سری خودگی چند ثواب است؟ 2 ثواب است. اگر مال تو میراث باقی میمانه، صحابی پیش رسول الله میآید میگه یا رسول الله من دخترها دارم، مالم زیاد است، این صدقه میکنم. پیغمبر علیه السلام چقدر کلشه؟ گفت نه زیاد است، تا که در ثلث رسیده، در ثلث تو وصیت کو دیگه شده و رسید بگذار. از او خاطر زکریا علیه السلام اینطور چیسته بچه را طلب نمیکنه که میراث خوری مالش باشه، بلکه بچه را طلب میکنه به خاطر چی؟ که میراث علم و نبوت شوه، یعنی دعوت و علم پیش ببره. از او خاطر برای ما درس میده که چه قسم اولاد طلب بکنیم. و این خفت الموالی میترسم از اقربای خود من ورای کسی که پشت سر ما میآید، یعنی در عقب ما است، پس از مرگ ما از وا میترسم. دیده زکریا علیه السلام که مردم نااهل است و همین مسئولیتی که فعلا در ذمه ما بود ای اموتر باقی میمانه، کما حقه اینمی مسئولیت ادا نمیشه. و کانت امرأتی عاقرا، زنم نازاست، فهب لی من لدنک، بخشش کو برای ما از جانب خویش، اگرچه اسباب ظاهری وجود نداره، اسباب یادی وجود نداره، فقط از طرف خود به قدرت خود، من لدنک از طرف خود، ولیا یک سرپرست و متصرفه
در کارای دعوت ما، علم ما، کی اموتور گم نشوه، مزمحل نشوه، خاموش نشوه. ما تلاش ما به این خاطر است که دروازه ما بند نشوه. دروازه دیلاست، آخر به یکی میرسه. دروازه بند شدن پروا نداره. گپ دایسته غمی چی را آدم بخوره؟ غمی دینه. دین آدم غمیشه بخوره که دین از بین نروه، او همونطور معطل باقی نمانه. از همون خاطر انبیاء علیهم السلام در تلاش عزیزته که دعوتش ادامه پیدا کنه. اما الله متعال همینطور تقاضای اولاد محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده. درجه تکمیلی پیغمبر به می خاطر است. پیغمبرم بچه‌اش خوردی وفات کرده، اما خاک در سر دشمنای دین، دشمنای صحابه کرام که وقتی صحابه دشمنی میکنه مگر رسول الله تقاضای اولاد نکرد. چرا؟ الله متعال اینطور شاگردای با وفا فداکار برش نصیب کرده بود که رسول الله میفهمید که از اولادی نسبیم کرده این مردم این موضوع دعوت مرا در زمین نمیگذاره. امی رقم جیل به جیل میرسانه تا یک حدی. رسول الله تقاضای اولاد نکرد که برای ما بچه شوه. چرا؟ به خاطری که در جای یک بچه کلی امت، کلی صحابه کرام حیثیتی چی را پیدا کرد؟ فرزنده. چرا که رسول الله پدر معنوی شده بود. از همون خاطری دلیل بالای عزیزته که نعوذ بالله اگر رسول الله پیغمبر بود و الله متعال صحابی از او را مرتد می ساخت، لااقل پیغمبر خو مثل زکریا علیه السلام ولی یک دعا میکرد که اولادش پیدا میشد و او را چی میکرد؟ دعوتش پیش میبرد. لیکن او دعا طلب نکرد به خاطری که میفهمید که صحابه نزدیکترین مردم، با وفاترین مردم، فداکارترین مردم برای دین ما است. از او خاطر طایفه که صحابه کرام مرتد میدانه کافر است نعوذ بالله. چرا که صحابه کرام صداقتش، ایمانش قرآن تایید میکنه. هر کس که واره مرتد میگه تکذیب آیات کی را میکنه؟ الله متعال میکنه. و با اینطور مردم خیشی کسی دوستی قطعا نادرست است. قرآن ای را رد میکنه. لیکن با تاسف که مردم ما این گپا را نمیفهمه، قطعش رشتی دوستی را میپرته. زکریا علیه السلام میگه اینطور اولادی که بیاید که او وارث شود. چی را وارث شود؟ یرثونی که به میراث ببره مرا و یرثو من آل یعقوب، به میراث ببره از اولادی یعقوب علیه السلام. علوم از اولادی یعقوب علیه السلام خود نه مال است نه منال، این را کلگی میدانه. از او علم نبوت باقی مانده، دعوت باقی مانده. خود زکریا علیه السلام پیغمبر است او رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ما جماعت انبیاء علیهم السلام به میراث برده نمیشیم. ما ترکنه صدقتون، چیزی را که ما گذاشتیم کلش صدقه است. این پیغمبر گفته. پیغمبر مال پیغمبر صدقه است، با کسی تقسیم نمیشه میراثش. از همون خاطر دشمنای دینی که بهانه گرفته باغی فدکه که ابوبکر از با فاطمه نداد، عمر به فاطمه نداد، ظلم کرده، غاصبین است. این افواهات است، این کوردلاست، این کجدلاست، این بدبختاست که سخنا را افواهات میکنه. خود رسول الله میگه که مال ما صدقه است، این به میراث داده نمیشه. ابوبکر رضی الله عنه، امی فاطمه رضی الله عنها آمد پیش ابوبکر رضی الله عنه گفت این باغ برم بده. ابوبکر رضی الله عنه با این حدیث استدلال کرد که رسول الله گفته که مال ما چی است؟ بگه به میراث برده نمیشه، چیزی که هست او را صدقه میکنه. خو اگر غاصب می بود ابوبکر رضی الله عنه بعد مال خود شامل میکرد، با اولاد خود تقسیم میکرد. اما چیزی که از رسول الله مانده بود در بین امت، در مصالح امت چی شده؟ استفاده و استعمال شده. چطور شده میتونه؟ ابوبکر که سر خود فدای پیغمبر میکنه، آیا با جگرگوشش یک مالی که تعلق به پیغمبر داره او را داده نمیتونه؟ تسلیم نمیتونه؟ بالکل میتونه. لیکن وا پابند قانونی کی بود؟ الله. و قانونی که خودی رسول الله ترسیم کرده بود. اما امروز کسایی که چوچه های یهود است نعوذ بالله این گپا را زمزمه میکنن. میگه یک تعداد عوام ساده لوح ما هم چون معلوماتی کافی نداره، این را نگفته، احادیث هم نمیبینه، فریب امی گپای دروغی تاریخی میشه. اینقدر این تاریخ ها این مردم فاسد کرده که پرسان نکن. تا اندازه ای که به صحابه توهین میشه که به معاویه رضی الله عنه کاتب وحی لعنت در تلویزیون فرستاده میشه در شبکه های افغانستان، ولی کسی نیست که اعتراض بکنه که چرا کاتب وحی رسول الله مورد لعنت قرار داده میشه. بسیار ایره ما و شما هم جواب داده نیستیم.
او پیغمبر چی میگه؟ لا تسبوا اصحابی، صحابه مرا دشنام نده. لو انفق احدكم مثل چی؟ احد ذهبا ما چیسته؟ بلغ مد احدهم ولا نصیفه. اگر شما با مثل کوی احد هم شما مصرف کنی به اندازه یک پاو یا نصف نیم پاوی از وام شما رسیده نمیتانه. پیغمبر میگه دشنام نده. این مردم لعنت میگه لعنت و ما آرام نشسته هستیم. اما طور میگیم چرا؟ علتش است که ما قدر صحابه را نمیدانیم. قدر صحابه را به خاطر نمیدانیم که دین پیش ما اهمیت نداره، وگرنه این دین، این عقیده، این نعمتی که ما داریم پل یا راه ارتباطیش کیست؟ صحابه است. از همون خاطر فتنه ها خیلی زیاد پیدا میشه. گاهی انکار از صحابه را مرتد تلقی کردن نعوذ بالله که اعتراض سر سند است. یهود هم جبرئیل قبول نداشتن، گفتی قریه ها را چی کرده؟ ویران کرده. وحی کی میاره؟ او را ما قبول نداریم، او را ما قبول نداریم. اصل اعتراض سر سند بود. سند قرآن کی بود؟ سند قرآن به الله جبرئیل امین است، منظورش نفی قرآن کریم بود. امروز هم همی چوچای یهود که صحابه را مرتد میگه، اصل مقصدشان انکار از نظام اسلام است. چرا؟ به خاطر که سند این نظام اسلام کیست؟ صحابه کرام. دوم طایفه و فتنه های دیگه پیدا شده که و خود اهل قرآن میگه نعوذ بالله مردم فریب میده و چی میکنه؟ میگه حدیث هیچ به درد نمیخوره، چیزی که قرآن میگه و رسول الله گفته که چیسته؟ یکی شما را در سر چوکی نیابم که تکیه زده باشه، میگه ما چیزی که در قرآن آمده تابعداری میکنیم، دیگه ضرورت نداریم. پیغمبر علیه السلام میگه که برای ما به مثل قرآن داده شده. چیسته؟ لقد اوتیت القرآن و مثله، برای ما داده شده قرآن و به مثل قرآن. از همون خاطر کسی که از حدیث پیغمبر منکر شود کافری چیست؟ مطلق است. چرا که تشریح قرآن کریم توسط حدیث میشه. به هر ترتیب موضوع در اینجاست که چیزی را که زکریا علیه السلام میگه اولادی را طلب میکنه، او طلبی تو اولاد میکنه که علم و دعوت به میراث ببره، نه که مال و دارایی را. چرا که انبیا علیهم السلام مال و داراییشان به میراث نیست. خصوصا اینجا قرینه وجود داره. به خاطر قرینه است که در اول میگه انی خفت الموالی من ورایی، ما اقربای خدا که در پشت سر خود میگذارم، از او حراس دارم. مردم نااهل است، دعوت پیش نمیبره. یه علومی که ما چی کردیم؟ در پیش انداختیم، این مکمل از بین میره. از او خاطر معلوم شد که مراد از اولاد، مراد از میراث معنوی است که علم و دعوت است. و آل یعقوب هم خود مال دارایی را نمانده. زکریا علیه السلام میگه از آل یعقوب هم ببره. معلوم شد از آل یعقوب که چیزی باقی مانده علم و دعوت است. برای ما چی درس میده؟ انسان طلب اولاد بکنه. خود کدام اولاده؟ اولادی که زندگیش در دعوت تیر شوه، اولادی که زندگیش در تدریس و تعلیم تیر شوه، علم داشته باشه. او طور اولاده، مطلق اولاده نه که سبا روز نام تو قطع از اون بد میشه، بیخی بدنام میشی، به خاطر از او بگوی در زندان انداخته میشی نعوذ بالله، به خاطر از او مردم قطع از تو نفرت میکنه و توری اولاد به درد نمیخوره. وجعلوا ربی رضیا، بله این اولاد همونطور کامل میباشه؟ نه، دعا میکنه که الله ایره پسندیده، اولاد پسندیده بگردان از هر جهت، یعنی به عمل و به عقیده درست او را پسندیده بگردان که هم مرضی تو باشه هم مرضی مخلوقی تو باشه. و مرضی الله وقتی میشه که عبادت الله را با وجه درست انجام بده. مرضی مخلوق کی میشه که حق مخلوق ده چی بکنه؟ لحاظ بکنه، در نظر داشته باشه. مخلوق او کسی را دوست نداره که حقوق از یار در نظر نمیگیره. اگر تو یک دفعه درات تیر شدی سلام انداختی، در قلب امو آدمی که تیر شده در قلب از او کینه پیدا میشه. چرا سلام انداخت؟ حقیش است، حق مخلوق است. همینطور همین قسم حقوق دیگره که مثلا آزار و اذیت برش نرسه، اون وقت تو را دوست داره. زمانی که این حقوق ادا نکنی باز تو را درست نداره. اولاد انسان طلب میکنه چی رقم اولاد باشه؟ رضیا، اولاد پسندیده که یقینا نو خدمتگار دین باشه. درس عظیم شد برای ما. آن زیارت ها را میروی یعنی که به الله رجوع میکنی. اولاد نداری در پیش جادوگرا میره، کاهنا و ساحرا میره، دوده ها را دود میکنه، نظرا میکنه، خسیچارا را جمع میکنه، واسکتای ټکوره که چند قسم رختار را جمع میکنه که بچم باقی بمانه. اما این کار را میکنه. خسیچارا مچم کدام توتکه های دیگری هم است، زنا خب یاد داره فلانی بچهش باقی نمیمونه، خیرت است. یک اولاد داره برای یک رختش بگیره که برای ازی چی بکنه؟ واسکت جور کنه که باقی بمانه. کدام شرک نیست که در این وطن نیست؟
کدام شرک نیست که در این وطن نیسته. خواهرای ما خوب خبر شوه این کلش کارای شرک است. باقی ماندنی اولاد الله متعال است، دادنی اولاد الله متعال است که الله نداده که 1,000,000 قبرها را طواف بکنی، نظراتش بکنی، قربانیاتش بکنی. الله که نخواه کسی برات داده نمیتونه، نه پیر داده نمیتونه، نه ولی، نه پیغمبر، هیچ کس داده نمیتونه، هیچ کس. اگر اینطور می بود رسول الله صلی الله علیه و سلم اولادش باقی میمان، کلش بچه ها می بود. در جای یک بچه نه 30 بچه بعد جوان در پشت سرش می بود که هر جای می رفت دعوت میداد، زور می داشت، هر کار میکرد. اما الله متعال در اختیارش نیست، اولادش در حالت خوردی میموره. پیغمبر اسلام دور داده نمیتونه. از پیغمبر که در بالاتر شخصیت ما نداریم، او نمیتونه. پس آلی یک مرده که خاک شده، از زیر خاک چندین سالش بر آمده، استخوانش چی شده؟ ریزه ریزه شده، اون چطور تو را اولاد داده میتونه؟ افسوس است که در این وطن ما اولادا به نام سخیداد هم امیالی هست. چرا سخیداد است؟ به خاطر که رفته در مزار، اونجا که پس آمده چی شده؟ الله رحم بکنه. بس اوقات کارهای دیگه هم صورت میگیره در زیارت ها، او را شما خود میفهمی که اولاد چی رقم پیدا میشه. الله رحم بکنه. خب این بدبختی است. قرآن این داستان بر ما بیان کرد که اولاد غیر از الله متعال دیگه کس داده نمیتونه و هر اولاد بر انسان مفید نیست. اولادی که راضی باشه. راضی کی است؟ که حق الله و رسول الله و مخلوق الله را بشناسه. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. زکریا علیه السلام دمو حالت است، بشارت الله را بیبی. دعای زکریا علیه السلام قبول میشه، دمی حالت قبول میشه، همو حالتی که توقع نمیرفت. چرا این خود پیر بود، زنش نازا و عقیم و هم پیر شده بود، چطور اولاد داده شود؟ الله متعال میگه یا زکریا انا نبشرک، ما تو را خوشخبری میدیم بغلام به بچه‌ای که اسمه نامش یحیی است. الله اکبر. زکریا علیه السلام سخت خوش میشه، بچه‌ای که حتی نامش الله میگذاره. نامش کی میگذاره؟ الله چه رقم نام؟ یحیی. هر چیز زنده کنه، زنده چی را زنده کنه؟ دعوت زنده کنه، علم زنده کنه، سیستا دین زنده کنه. اینه اینطور آدم. لم نجعل له من قبل سمیا، نگردانیدیم برای بچیت من قبل پیش ازی سمیا همنام. سمیا دو معنا داره، همنام کسی دیگری به نام یحیی نیست، یک. دو معنا سمیا همتا نیست، همتا شبیه به مثل ازی که همینطور خصوصیت ها را داشته باشه برای کسی دیگری نداده. زکریا علیه السلام خوشی شد. معلوم شد که سر اولاد اگر کسی مبارک میده خوش میشه، هیچ پروا نداره. چرا؟ الله متعال با کلمه تبشیر ذکر کرده شه، یعنی سبب خوشی است. مال اولاد اردوش اسباب خوشی انسان است، اما آینده معلوم نیست که خوشی به بار میاره یعنی که غم به بار میاره، او کاری علیده است. بله خدا دستی پدر و مادر است. اگر این توجیه درست کرد، تربیه درست کرد، تعلیم درست کرد، خوشی است. اگر نه که او را نعوذ بالله چیست خودش تبله برش زد دور رقص کرد، باز دیگه خوب خوشی را برش میاره. قال ربی انا یکون لی غلام. قال ربی گفت زکریا علیه السلام پروردگار ما، انا چه قسم یکون باشه لی برای ما غلام بچه و کانت امرأتی عاقرا، در حالی که زن ما عاقرا نازاست اولاد نمیاره. و قد بلغت من الکبر، یقینا ما رسیدیم از پیری عتیا به انتهایش، یعنی استخوانها خشک شده. چه قسم حالی اولاد پیدا شود؟ منظور زکریا علیه السلام ایست که کیفیت ازی برای ما گفته شود، در تردد باقی نمانم، وگرنه یقین داره که الله میده. خود چه قسم میده؟ کیفیتی قسم برای ازی واضح شود. باز برای ازی مامور بشه که چیست توی بکنه، زن دیگر خود ازی جوان میشه یا زنش پس جوان میشه. همین رقم است یا کدام کیفیت دیگه است؟ قال كذلك، الله متعال میگه این می رقم به می وضعیتی که هستی همچنان به می حالت الله متعال اولاد میده. چرا؟ پیش الله هر دو صورت، همون صورتی که جوان است اولاد میده هم یکی است، دمی صورت هم یکی است. چرا؟ الله قادر مطلق است، پیش از او اسباب و نه اسباب ظاهری هیچ کدام مفهوم نداره. این برای انسان است که اسباب غیر اسباب فرق کرده میتونه. قال ربک، گفت پروردگار تو، میگویا پروردگار تو و علی هین، امی پیدا کردن اولاد دمی حالت و صفت بالای ما خیلی آسان است. چرا؟ وقد خلقتک، این خو خیلی آسان است که پدر و مادر خو موجود است، تو موجود نبودی،
الله پیدا کرده وقد خلقتک من قبل، تو را پیدا کردم پیش از این حالت و از این معامله پیش تو را پیدا کردیم. ولم تک شیئا، تو هیچ چیز نبودی، هیچ، نه یادت بود، نه نامت بود، نه نشانت بود، الله تو را پیدا کرده. پس بچه را برش پیدا میکنه. قال رب اجعل لی آیه، زکریا علیه السلام میفهمه که الله اولاد برام میده. مناسب است وقتی احسان الله سرت میشه باید زبانت به شکر الله تر باشه. انسان همینطور ناشکری نمیکنه که برو مقصدم پوره شد. همین کسی که نظر میکنه، نظر پیغمبر علیه السلام میگه نظر از بخیل مال میکشه. نظر از کی؟ از بخیل. اگه این مریض جور شد، چی را؟ این گوسفند ذبح میکنم بیوده خور پیش همونطور ذبح کو. او روز کسی مرا زنگ زده که اگر اینجا یک مریض داریم مولوی صاحب، اگر جور شوه ما یک چیز باز ذبح بکنیم، اگر جور شوه ایره نظر کنیم، اگر دوری خور نظر چرا بکنی؟ همیولی ذبح کو که الله مریض جور کنه. همیولی ذبح کو. نظر خوب نیسته، چرا که پیغمبر علیه السلام میگه ای از بخیل مالا میکشه. کسی که نظر میکنه بخیل است. چرا قید و شرط میمانی؟ عبادت الله را بی قید و شرط انجام بده. نماز بی قید و شرط، اعتکاف بی قید و شرط، صدقه را بی قید و شرط. این قید چرا میمانی؟ اگر مسافرم بخیر آمد بازی چیسته؟ گوسفند نظر میکنم. اگر نامد باز نیک نمیکنی. فقط تو دیگه قطعی الله شرط و قید مانده رویستی. عبادت الله را با قید و شرط میکنی، این کار نکن. ولی اگر کسی نظر کرده باشه پوره کنه. اگر در معصیت نباشه، اگر در معصیت بود باز پوره هم نمیشه، کفاره هم نداره او. اما در طاعت نظر پوره میشه لیکن خوب کار نیست. چرا؟ بی قید و شرط تو باید عبادت الله را بکنی. از کجا معلوم میشه؟ زکریا علیه السلام میگه که احسان الله سرم میشه باید من مکمل عبادت الله را بکنم. احسان الله که سرت شده باشد تو عبادت الله را بکن. احسان الله سر ما شما شده. در رمضان مبارک ساعت اول روز خود با قرآن آغاز میکنیم، در ترجمه قرآن میشینیم. احسان الله متعال است. پس شکر الله را زیاد بگویم. چه رقم شکر الله را زیاد بگویم؟ زکریا علیه السلام عبادت میکرد، ما که در قرآن آمدیم خو نمیبره ما را. خودت همینطور خیلی عاجز، خیلی محتاج به قرآن فکر میکنیم. خب همینطور میشینیم با دقت. اینجا باز موبایل بازی را که همی آمدم در ترجمه 6 تا موبایل بند میکنم ولو که از نامزادم باشه. هیچ کدام موبایل دیگه گپ نمیزنم. خراب بند است تا که ترجمه ختم نشده.